سلام بینندگان ارجمند. امروز جمعه 7 نوامبر است. شما برنامه خبری و تحلیل اخبار آزادی را می‌بینید که در 15 دقیقه مهمترین خبرهای تاجیکستان و جهان را تقدیم شما می‌کند. این برنامه با زحمت همکاران ما در تاجیکستان و پراگ تهیه شده است. حالا با چند موضوع مهم نشر شناس شوید. نجات بخشان قزاقستان به 53 مسافر تاجیکستانی که در هوای سرد و برفی اتوبوسشان شکسته بود یاری سری وقتی رسانیدند. برای اولین بار پرزیدنت ایالات متحده آمریکا رهبران 5 کشور آسیای مرکزی را در کاخ سفید به حضور پذیرفت. 6 رهبر ضرورت رشد همکاری‌های مشترک را بررسی کردند. من همین حالا یک سلسله ملاقات‌های دو جانبه را با این رهبران در دفتر خود انجام دادم و درباره همکاری‌ها با این گوشه بسیار مهم دنیا صحبت کردیم. ساکنان ناحیه رودکی از آن ناراحتند که در جای حولی و باغ و تاکزارهای آنها اکنون بلندآشیانه‌ها بنیاد می‌شوند. دو درخت لیمون داشتیم، تو 300 کیلو لیمون گرفتیم. و برنامه رو با خبر نجات 10 شهروند تاجیکستان در هوای سرد در قزاقستان شروع میکنیم. وزارت حالتهای اضطراری این کشور امروز گفت به مسافران یک اتوبوس با شهروندان تاجیکستان که در حدود ولایت اقماله ویران شده است یاری سری وقتی رسانیدند. اتوبوس با 53 مسافر از جمله 8 کودک که همه شهروندان تاجیکستان میباشند در حدود دهه ژیبک ژالی از کار ماند. خدمات نجاتی وزارت حالتهای اضطراری قزاقستان گفت حرارت هوا زیر صفر بود و اتوبوسی که مسافران را از روسیه به تاجیکستان میبرد ویران شد. همه مسافران را با ماشین نجات بخشان به یک بینای گرم در حدود دهه ارشلی بردند. در اینجا مسافران را برای مدت موقت تا زمان تعمیر اتوبوس جای کردند. فیلچرهای محلی وضع سلامتی مسافران را سنجیده گفتند که خوشبختانه به هیچ یک از مسافران یاری طبی ضرور نشده است. وزارت حالتهای اضطراری قزاقستان رانندگان را هشدار داده است که در سرمای شدید و موسم برفو در راه احتیاطکار باشند. قزاقستان همسایه روسیه می باشد و مهاجران تاجیک برای سفر به تاجیکستان یا روسیه با نقلیات مسافربر از حدود این کشور زیاد عبور می کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز 7 نوامبر روز 6 نوامبر میزبان رهبران 5 کشور آسیای مرکزی بود که برای اشتراک در 10مین همایش سران کشورهای محفلی با نام 35 در کاخ سفید جمع شدند. در این نشست همکاری‌های آمریکا با کشورهای منطقه بررسی شد. دولت‌های آسیای مرکزی بیشتر با روسیه و چین همکاری دارند و چنین یک بیم وجود دارد که در دراز مدت این کشورها پایبند اراده این رقیبان آمریکا می‌شوند. گزارش را در این باره همکارم طاهری سفر تقدیم می‌کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در ملاقات با رهبران 5 کشور آسیای مرکزی خرید و کارکرد معدن‌های کمیاب و مهم را یک بخش مهمی همکاری‌های دو جانبه خواند. او گفت آمریکا در پی گسترش همکاری‌ها با کشورهای منطقه است. من همین حالا یک سلسله ملاقات‌های دو جانبه را با این رهبران در دفتر خود انجام دادم و درباره همکاری‌ها با این گوشه بسیار مهم دنیا صحبت کردیم. ما همکاری‌های اقتصادی خود را تقویت می‌بخشیم، همکاری‌های امنیتی را بهتر می‌کنیم و پیوندهای خود را گسترش می‌دهیم. سازشنامه‌های تجارتی بزرگ امضا شد. محصولات زیادی خوب، تولیدات نظامی و دیگر محصولات را از آمریکا می‌خرند. ملاقات با رهبران تاجیکستان و ازبکستان و قزاقستان و قرقیزستان و ترکمنستان در زمان صورت می‌گیرد که ایالات متحده در پی تقویت نفوذش در آسیای مرکزی است. چین و روسیه در منطقه نفوذی بیشتر دارند. دونالد ترامپ آسیای مرکزی را یک منطقه بسیار ثروتمند نامیده گفت که همکاری‌های آمریکا با 5 کشور آن را تقویت می‌دهد. عین زمان ایالات متحده در جستجوی منابع نوی دریافت معدن‌های کمیاب و مهم است که چین فروشنده اصلی آن در جهان می باشد. پیش از ضیافت رسمی قزاقستان از امضای قرارداد بزرگ درباره استخراج معدن با آمریکا خبر داد. سازشنامه استخراج ولفرام را در یکی از کلانترین کان‌های جهان در قزاقستان پیش بینی می کند. ارزش سازشنامه بیشتر از 1 میلیارد دلار است و شرکت آمریکایی کوفکس کپیتال در این کان سرمایه گذاری می کند. بانک واردات و صادرات ایالات متحده آماده سرمایه گذاری 900 میلیون دلار در این طرح بوده است. فروش 37 هواپیمای بوئینگ به قزاقستان و تاجیکستان و
ازبکستان از نتیجه دیگری نشست واشنگتن بود. این سند هنوز پورا تکمیل نشده است و برای همین جزئیاتش معلوم نیست. در جبهه دیپلماتی قزاقستان از آمادگی برای پیوستن و پیمان ابراهیم خبر داد. این تشبث از سوی آمریکا راهاندازی شده، هدفش عادی ساختن روابط اسرائیل با کشورهای عربی و مسلمانی است. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان گفت که کشور در زمینه استخراج و فروش معدن‌های نادر با آمریکا همکاری‌های نزدیک دارد. امام علی رحمان گفت بر اساس اطلاع پژوهشگاه گیولوژی آمریکا کشور ما از نظر استحصال سرمه در جهان در جای دوم است و حالا بزرگترین تولید کننده سرمه سخت است که آمریکا با آن بسیار توجه دارد و ما همکاری عالی در این زمینه داریم. سال گذشته 97% صادرات تاجیکستان به آمریکا را فروش سرمه تشکیل داد. شرکت‌های آمریکایی به خصوص به سرمه و دیگر معدن‌های نادر توجه دارند که در تاجیکستان فراوانند. تاجیکستان در بین کشورهای آسیای مرکزی معدن‌های کمیاب و مینرال‌های مهم به حد زیاد دارد. ما مشتاق همکاری‌های امنیتی خود می‌باشیم که تاکنون نگران آن هستیم. رقابت در جهان برای معدن‌های کمیاب و مهم به مثل ولفرام، اوران، لیتیوم زیاد می شود که آسیای مرکزی ذخیره‌های فراوانی آنها را دارد. با گفته امام علی رحمان همچنین قرار است شرکت سامان ایر با ارزش 3 میلیارد دلار و از جمله در آینده نزدیک 8 هواپیمای پیشرفته بوئینگ بخرد. امکانیت‌ها خیلی فراوان هستند. ما آماده همکاری هستیم. بعضی مسائل امنیتی است که با ما صحبت را ادامه میدیم. با شما من سلامتی می‌خواهم. برای کار موفقیت. سلامت باشید. رهبران دیگر کشورهای آسیای مرکزی هم در نوبت خود راجع به همکاری‌ها با آمریکا صحبت کردند و شوکت میرزیوف رئیس جمهوری ازبکستان به دونالد ترامپ برای میزبانیش تشکر گفت. جناب محترم ترامپ، ما سهم شخصی شما را در راه اندازی دیگر باری روند گروه کشورهای آسیای مرکزی و آمریکا بسیار قدردانی میکنیم. هیچ یک از پرزیدنت های آمریکا مانند شما با آسیای مرکزی رفتار نکرده بود. من شخصا خودم و همه همکارانم از شما سپاسگزاریم. صادر جباروف رئیس جمهوری قرقیزستان گفت امیدوار است ملاقات سران 5 کشور منطقه و رهبر آمریکا ثمر خواهد داد. ما این قدم را بسیار ارزشمند می‌حسابیم و آن را نشانه از حسن نیت و عهد آمریکا نسبت به آسیای مرکزی و دوستی در نظر می‌گیریم. من باور دارم که تلاش‌های مشترک ما برای کشورها و مردمان ما ثمره متقابلا سودمند می‌دهند. نشست رهبران در چارچوب گروه 5 کشور آسیای مرکزی و آمریکا صورت گرفت که سال 2015 تأسیس یافت و در دایره آن همکاری‌های اقتصادی و امنیتی و انرژتیکی بررسی می‌شوند. در آستانه واخوری چند سازمان حامی حقوق از جمله کمیته هلسینکی و عفو بین الملل از دونالد ترامپ خواستند در دیدارش با رهبران خودکامه آسیای مرکزی موضوع حقوق انسان را در میان گذارد. کشورهای آسیای میانه در تلاشند در رابطه‌های تجارتی و امنیتی خود توازن را برقرار کنند، زیرا در حال حاضر زیر نفوذ روسیه و چین قرار دارند و از طریق گسترش همکاری با آمریکا به دنبال ایجاد برابری هستند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در اوایل ماه اکتبر در نشست سران آسیای میانه در تاجیکستان شرکت کرد. سی جین پین رئیس جمهوری چین نیز ماه ایون با رهبران منطقه در قزاقستان دیدار داشت. اتحادیه اروپا نیز در ماه اپریل در ازبکستان نشست با رهبران آسیای مرکزی برگزار کرد تا درباره سرمایه‌گذاری در زیربنیادها و دسترسی به معدن‌های مهم منطقه گفتگو کند. ایالات متحده هر سال در بخش‌های گوناگون صدها میلیون دلار به کشورهای آسیای مرکزی کمک می‌کند. با وجود این واشنگتن در گزارش سالانه‌اش کشورهای آسیای مرکزی را برای پایمال کردن حقوق انسان و محدودیت‌های آزادی سخن و آزادی دین تنقید می‌کند. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید. در اطراف پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه شرکت‌های ساختمانی فعالانه و توجه آسیمه سرانه از پی بنیاد بلندآشیانه‌ها هستند. ناحیه رودکی یکی از چنین منطقه‌ها است که اهالی زیاد دارد و هم مورد توجه زیاد ساختمانچیان میباشد. ولی ظاهراً نقشه‌های آنها نه همیشه با خواهش‌های ساکنان محلی موافقت می‌کنند. برخی ساکنان در صحبت با خبرنگاران رادیوی آزادی از آن اظهار نارضایت کردند که
ساختمانچیان می توانند باغ و تاکزارهای آنها را نابود کنند در حالی که منبع مهم درآمد خانواده هایشان می باشند. گزارش امیر سایف در این باره. محله توردیوی ناحیه رودکی این درختان و گلها در تیرماه زیاد خزان نشده‌اند ولی یکباره نیست کرده می شوند زیرا در جای آنها بنیاد بلندآشیانه در نظر است. برخی ساکنان از حساب حاصل زمین‌هایشان در این محله زندگی خود را پیش می‌برند. حالا غرق اندیشه‌اند که منبع درآمد و شغلشان از دست می‌رود. دیگه جای یگان ناکاران زمین‌ها مثال آشیانه کنن خیلی بتیان و دیگه گپ. زمین‌های ما پیش خانه ما حوالیم 20 سوچکه هر چیزی می‌کاریم. همین کبوتی و کارتشکا و پامیدور و همه چیز. زیاد چی می‌فروشیم؟ با خودمان لازمیشه میخریم. حالا چنین دفترهای فروش خانه‌ها از پهلوی راه اساسی نزدیک به زمین‌های کشت ساکنان و در کوچه و پس کوچه‌ها زیاد به نظر می‌رسند. این مرد از آن ناراحت است که حاصل زحمت‌های چندین سالش را ویران نموده جای آن بلندآشانه می‌سازند. سال دراز نهال پروری بود. نهال می‌خورید ما یافته می‌دادیم. همینجا در گل پروری هم نهال ده اساسا نهال درآمد چیز بعد زمستان این وقتی زیلن گشنیج اکروب اسمالا هم خیلی چیارا تور میکردن پیاز زمستانش قطعی بازار اینجا اپتم داده گپرازی سودا میکردیم. او هر وقت که از نزد ساختمان میگذرد میوه‌های پرورده‌اش به یادش میآید. مبلغ هم نه فیزیکی نقض بدیم زراعت حال نشون میتیم کی بیره همه ما بانان چیزا داشتیم حواس همه چیزا رو میکرده دو درخت لیمون داشتیم تا 300 کیلو لیمون گرفتم. میگوید آنها را با قرار دادگاه مجبور از منزل‌هایشان خزاندند. مقامات و شرکت‌های ساختمانی موضوع را رسما شرح ندادند. نماینده یک شرکت ساختمانی گفت با صاحب ملکان پیشنهاد کرده است که سر مساحت خانه یا زمین نزد اهالیشان به آنها پول می‌دهند تا مکان ساختمان را خالی کنند. در کمیته زمین ناحیه رودکی در صحبت بدون ثبت گفتند جایی ساختمان‌های نو به گروه زمین‌های اهالینشین داخل می‌شود که قانون منع نکرده است. بنیاد بلندآشیانه‌ها نه تنها در محله‌های رودکی بلکه در دیگر نواحی نیز دیده می‌شود. این در حالی است که یکی از تامین کنندگان میوه و محصولات کشاورزی دوشنبه همین نواحی اطراف میباشند. اقتصاددان شناخته حاجی محمد عمرов میگوید بهتر از زمین‌های ناکارم یا ناآباد برای بنیاد بلندآشیانه انتخاب میشدند. من فکر میکنم که خیلی خوب میشد اگر همین تپا برای رشد شهرها استفاده برده میشد. من باورم مثلا شهر استانبول در بالای تپا ساخته شده است. از یک تپه به دیگر تپه میبرید. اگر به اینا دست نمیرسند در بالای تپا میساختند اونا که تپا خیلی نزدیک هستند به شهرک خوبتر میشد به بنای عضو دست نمیرساندند. بحث‌های پیچیده منزل که در اکثر حالات هم ساکنان و هم صاحبکاران خود را حق می‌حسابند در دوشنبه و اطراف آن و مناطق دیگر کشور نیز جریان دارد. صاحب ملکان بیشتر از جبران ناکفایت نگرانی می‌کنند. ولی این بار از احتمال از دست دادن جای کار و منبع درآمدشان نیز صدا بلند کردند و می‌خواهند دانند که حالا در شبانه روز تا 13-14 ساعت برق ندارند. در بلندآشانه‌ها چگونه زندگی می‌کنند؟ مقامات خوشبین است که در سال 2027 این مشکل حل می‌شود، هرچند برخی ساکنان بر این شبهه دارند. و امروز شام در شهر ریاض عربستان سعودی مراسم افتتاح بازی‌های ششم همبستگی اسلامی برپا می‌شود که در آن هیئت ورزشی تاجیکستان نیز اشتراک می‌کند. قرار است در مراسم افتتاح بازی‌ها امام علی نورعلی برنده مدال نقره قهرمانی جودوی جهان میان بزرگسالان و مدینه قربانزاده قهرمانی جودوی آسیا میان دختران پرچم برداران هیئت ورزشی تاجیکستان باشند. و بینندگان ارجمند برنامه اخبار آزادی در همین جا به پایان میرسد. تشکر که با ما بودید. برای خبر و گزارش‌های بیشتر لطفاً سر بزنید به سامانه azadi.org. اگر خود شما شاهدی کدام حادثه مهم و جالب بودید میتوانید با ما در میان گذارید، زنگ زنید و نوار ویدیویی فرستید. با سپاس و خدا نگهبان.